بدبخت بفهم نداری، بیچاره بفهم نداری. قوم موسی فهمید نداره، عذاب او کمتر بود از ما، چون فهمید نداره. من تو نمیفهم. بابا زمان نیست مگه چشه؟ درسمو که دارم میخونم، دانشگاهم که قبول میشم، زن و بچه‌م میگیرم، یه شغل خوبم پیدا میکنم فلان جا. بود و نبودش چه فرقی میکنه؟ نمیفهمی نداری، در بدترین عذاب الهی ما داریم به سر میبریم. اون روز آقا میاد که بفهمی امام زمان پرادو نیست، امام زمان رشته تحصیلی نیست، امام زمان زن بچه خونه نیست. تو زیارت جامعه چی میگی؟ به نفسی و ولدی و مالی و اسرتی، همه چی مال تو، خانوادم، پولم، بچم. اون روزی که بفهمی نداری، کسی دیگه سراغ امام زمان رو میگیره، کسی دیگه به فکر امام زمان هست. 24 ساعت از همین امشبانه روزت گذشت، از دیشب تا حالا به من نمیخواد جواب بدی. خودت و امام زمانت از دیشب تا حالا چند بار توی 24 ساعت به فکر امام زمان بودی، به یاد پسر فاطمه بودی؟ آقا کجایی؟ چه میکنی؟ از دست من راضی هستی؟ نیستی؟ امام زمان دلش خوش من و شما بکنه؟ گریه هاتون رو برای مهدی بکنی، اشکاتون رو برای پسر فاطمه بریزید. مهدی غریبه، مظلومه، برای یوسف زهرا ناله کنید، اشکاتون رو بیمه مهدی کنید. قرآن داره با مثال یوسف و یعقوب یاد ما میده. یکی از وظایف ما اینه که گریه هامون بیمه پسر فاطمه بشه. و امام زمان میگه اگه تو به یاد من باشی